سلام علیکم اکا اسکندر. چند روز پیش ما در گروه شما تماشا کردیم اویدی فندق در ناحیه رشت. از ما خدم در همین ناحیه رشت جماعت مستطلع مقسم قشلاق لعبه حوالی ما در فندق اکا این فندق کلونیش چقدر درخت کلون چند ساله این از پیش ما میبینیم گرفتگیوشه الکه این گلشه ریزوندگیه این هم در گلی هم تریه این گل ریزوندگی باز ما پایین نگاه کنیم میبینیم آن نگاه کنید این هم کشولا هم این هم گلان الکه بسیاری گلشه ریزوندگی هست بسیاری گلشه ریزوندگی هست من از نگاه نکنی هم چه شد نشون تی اینه قراشه اینه اینه سه ای بولو چورتا اینه پنج اینه بول نه شش تا نه جدا است این علاقه اول ناوی نبود گل کرده است دایا کنی درختی اینو که دیگه بیار اینا بیار اینه این یا دو اینه سه اینه چهار نه از پورنه یک دونه بلوش دا ماندگی بوده است نه از خیلی کشم گفته که اسکندر اویدی فندق در ناحیه رشت از این دیده می شود که بود هوای منطقه رشت مساعد بوده برای پرورش فندق. اما شما میتونید امیر تشویقات کنید که اسکندر برای پرورش همگان معلومه که نرخش چند پول است در بازار. نه بودودار میگه در کمر و سیاه دران و جود هم بوده است بسیار داشته است.